مرحبا چطور دشقا خوش اومد به یه ویدیویی از کانالم آپاراتمون رو اومدیم توی این قسمت و هاردکور سوم. عشق منید، بریم سراغ ویدیو میگا. ما الان اینجا هستیم و 7 استک چوب جمع کردیم. متاسفانه ما وقتی که توی رفته بودیم بیرون و سنگ ماین کنیم شب شده بوده. از شب که بر میگردیم به خونه میبینیم ماب تو خونه زیاده بود. تصمیم میگیریم بریم یه جای دورتر خونه بسازیم و الان اینجا با 7 استک چوب داریم و باید خونه جدیدمون رو بسازیم که مطمئنم خیلی بزرگه. 58 تا نهال دارم، پشمام. چیز دیگه نمیخوایم که فقط شاید سقفش رو بخوام کاولادستانی کنم که زیاد لازم نیست سقفش کاولادستانی باشه. همه رو چوبی میزنم و به نظر میاد خونه خوبی باشه. بعد از فقط ببخشید بعد از این همه مدت ما ویدیو نگرفته بودیم به خاطر اینکه یکی مشکلات اینترنتی برای ما پیش اومده بود و نتونستم ویدیو بگیرم. امیدوارم که الان که مدرسه تموم شده و همه هم خوشحالید و کسای دیگه هم که حالا مدرسه نداشتن امیدوارم بتونم جبران کنم. اونایی که منتظر هاردکور بودن حالا تازه میخوام ببینم خوششون اومده، ولی به هر حال امیدوارم این سری هاردکور رو بتونیم تموم کنیم و بتونیم بالاخره یه هاردکور رو تموم کنیم. من تا حالا یه هاردکور هم نتونستم تموم کنم بچه‌ها، باورم نمیشه. اولین باری که میخوام هاردکور رو با شماها تموم کنم. یعنی هر کسی تا حالا ماینکرافت پلی داده حداقل یه بار هاردکور رو تموم کرده. یعنی نه هر کسی که ماینکرافت پلی داده، هر کسی که میخواد هاردکور پلی بده شاید قبلا تونسته هاردکور رو تموم کنه، اما ما نه، ما هنوز شروع نکرده بودیم، بازی نکردیم. چون نگاه کنید من چقدر چوب دارم. این 3 تا هم بزنم، اون یکی بزنم واسه چیزای دیگه. خیلی بچه‌ها خونه قشنگی میشه مطمئنم. حالا بزنیم یکم چوب بسازیم وقت شما نره الکی به یه ویدیو ببینید و بریم یک کمی رو بسازیم. اینو نگه داریم. 12 تا هم آیرون پیدا کرده بودیم، رفته بودیم سنگ مان کنیم. اول کجا بسازیم؟ اینجا، از اینجا شروع. 1 2 3 4. بچه من عادت دارم با ارتفاع 4 تا خونه رو بسازم. حالا شما هر چقدر ارتفاع دوست داری برای خونتون برام کامنت بذارید. فقط بچه من یه کانال زدم تو روبیکا، اگه میخواید بهش بپیوندید لینک زیر رو بزنید و حالا ویدیوهای دیگه هم دیده بودید لینک زیرش رو بزنید تا عضو شید. اما اگه دوست ندارید خب دیگه دوست ندارید دیگه عضو نشید. بچه این فضا بذارم برای اتاق برای خودم. چه خونه ای میشه بچه ها. حتما قسمت 4 من این خونه رو تکمیلش میکنم یعنی 100% تکمیل شده است قسمت 4. یه ذره اینجوری یکم خونمون طولش بزرگه ولی ارزش کوچیکه. خب دیگه اینقدر دیگه نباید ارزش کوچیک باشه. مثلا مثلا فکر کنم یه قسمت دیگه ول کنم دیگه، یا نه اینجا رو کامل کنم برم پایین درستش کنم یا اینجوری. وای چه خونه ای بشه حالا، چه عظمتی داره. خب بچه اینقدر کافیه؟ فکر نکنم اینقدر کافی باشه دیگه، اینقدر خیلی کمه برای این همه چوبی که ما ماین کردیم.
اینقدر میذاریم دیگه، همینقدر دیگه. ما میخوایم توی این خونه چیکار کنیم؟ ما هدفهای دیگه هم داریم. بچه ها اگه از این ویدیو خوشتون اومد، یه لایک، یه سابسکرایب. 400 تایی بشیم حاجی، 300 تایی بشیم دیگه فعالیتام فکر کنم سریعتر بتونم ویدیو بذارم براتون. فقط 400 تایی بشیم ببینم، بگم 300 تایی بشیم ببینم میتونم یا نه. بازم چوب تموم کرد. چقدر چوب میبره این همه خونه رو بسازی. بکنم سقفشو باید قابل دستانی کنم. البته یه روشی دارم و با همین چوب بسازم. چوب بازم تموم کردم. البته تموم دیگه، فقط میمونه سقف و پله. بگم چیزی زیر پامونم باید یکم از اینا بذاریم. چوب خیلی داریم. خوبه. اینو بذاریم اینجا. من میگم یه کاری کنم. بریم اینجا. خب اینجوری بذاریم سقف ها بهتره، لیکن کمتر چوب هدر بده. من یه 4 تا استک بسازم ببینم میشه یا نه. خب 4 تا استک تکمیله. از اتاق خودم شروع کنم. اینجوری خب خیلی سخته، ولی حالا ما یه کاریش میکنیم. خیلی هم ولی سخته بچه ها. منم هر چقدر دنبال خونم گشتم پیدا نکردم. حالا سعی میکنم کمی اینمون بره بالا، سطحمون بره بالا، کمی آیرون بیشتر پیدا کنیم. بعد بریم درمون رو آیرونی بسازیم تا مثلا زامبیا نتونن در بشکنن. در رو شکوندن دیگه. من از بیرون اسکلتون اینا رو دیدم و دیگه خودم فهمیدم که نرن تو اون خونه بهتره. بذار من این سقفشو بسازم که شبا عنکبوتا نتونن بیان اینجا ما رو مورد هدف قرار بدن. مخصوصا ما شبان ممکنه بریم به دنبال دایمند، ممکنه یه عنکبوت بیان ما رو بزنن. البته الان که نمیریم، ولی میذاریم که اگر بیان نتونن بیان داخل. بس یک غذا بخوریم. چه صداشو ببرم بالا ها. بهتر. بچه من میخواستم مثلا کالافی رپو چیزی بازی کنم. خب حالا بیاین تو نظر سنجی کانالمون به هم رای بدید ببینم مثلا چیزی مثل کالاف یا رپو بازی کنم یا نکنم. کالاف که حالا هر چیز تا سعی میکنم میخوام مثلا که بازی کنم بهتره، چون خیلی واقعا اونایی که میخوان کالاف بازی کنم واقعا رای بدید اینجا دیگه به کار بیاد. به نفع کالاف دوستم ندارید بگید نه، نمیخواید هم بگید نه. البته من خیلی لولم بالا نیست، هم یه فشاری وارد میکنم اینقدر لولم پایینه، اینقدر سطحم پایینه و من تا حالا کالاف بازی نکردم. نمیدونم چون نمیاد تو دستم و بلدم نیستم چطوری کاراش رو انجام بدم. تموم کردیم از اینا، تموم کردیم. تازه تونستیم که خودمون رو تکمیلش کنیم.
بچه اگه میخواین من اینو تموم کنم یه لایکی بزنید دیگه. البته بازم میسازم اما یه لایک کنید، عشق کنیم. این همه زحمت کشیدیم، خونه ساختیم، یه عشقی کنیم. سوانه اینو بکنم. اوه شب شد. بد آها هنوز کامل شب نشده. تا شب نشده سریع اینو بکنم. وای کل روز داشتیم کار میکردیم، باورم نمیشه. یعنی ما چقدر کارم کردیم ماشاءالله. اوه خونمون رو داره ساخته میشه و به حاجی این دوتا هم بزنیم که میگه کمتر چوب همون کنیم. من میگم این در اول بسازیم اینجا. نه اینجوری نه، شاید ببینیم اینجوری در چوب بگم پله نشد. بازم نشد. اصلا فکر کن اینجوری اینجا نمیشه. من اینجوری آها اون ور برو اینم از در خدا دیگه نمایی کنیم کفسا بشکنیم. امکان میخوام بگم کف خواب ادامه بدیم. سقف باید ما یا توی این قسمت اینو کامل میکنیم یا توی قسمت بعدی باید بریم به دنبال سریع اینو تموم کنیم و بریم به دنبال دایمند که خب ما تمام میکنیم انشالله. اگه بشه عالی میشه حاجی. ها وارد شد تازه بچه حالا با ما اینجوری میزنیم این همه خرج میکنه. بیا حالا با از اونا بزن با این چوبای عادی چقدر چوب میبره واقعا. ما الان 5-6 استک بردیم فقط برای این مدل چوب. اون مدل چوب 5-6 استک یعنی 12 استک. فکر کن ما چقدر کارامون رو جلو انداختیم. بس 2 استک بسازم حله بریم دیگه. چوبی هم رو نمونده. دوتا پشت دارم بازم گذاشت. ای بابا یه دونه داد. آقا چرا نمیدی درست؟ ای بابا قسمون میکنه.
چقدر مونده. وای بچه ها فکر کنم دیگه من توی بعد از ویدیو دیگه من کاملش میکنم بچه ها. بعد از ویدیو دیگه باید کامل شه. اگه 2 نفر بودیم الان تکمیل بود. بکاش 2 نفره بازی میکردم چه کاری بود. اما امکان داره شاید تو ویدیوی بعدی شاید یه نفر دیگه هم باشه. البته شاید هم ممکن نیست خیلی. اوه از بر آقا اذیت نکن دیگه بده. بسم الله الرحمن الرحیم. آیا به همین راحتی تموم شد؟ خدا کنه تموم بشه. وای تموم شد، یعنی تموم شد به همین راحتی. ای بابا دوباره گیر افتادم. بابا چیز تبرم شکست، نابود شد. حالا این هیچی کفش چیه؟ البته من کاری دیگه با کفش ندارم، هیچ کاری با کفش ندارم. کفش ها چی شد؟ اوی کم آوردم. یه دونه. خب بده دیگه یه دونه. میرم از اون بالا شاید باشه. نیست. خدا 6 تا چوب برم 3 تا چوب رفتم یه دونه اینا. و پایان سقفمون هم ساختیم دوستان. خب دوستانی که تا اینجای ویدیو با ما همراه بودن، لایک کامنت دنبال یادتون نره تو گروه آپاراتمون تو گروه کانالمون عضو بشیم تا یه ویدیو دیگه. خدافظ.